احتمالش زیاده، جوری که ما تو خبرگزاری‌ها دیدیم هم که نقض میکنن توافقی که حالا برای آتش بس شده رو و همین که دارن تجهیزات زیادی دوباره میارن. به همین خاطر ما فکر میکنیم که اینطور نباشه، توافقی حاصل نشه و اینکه خب شروط ما رو زیر پا بذارن به نظر مثلا درست نیستش که توافقی حاصل بشه. باید ادامه پیدا کنه تا پشیمونی حاصل بشه. اینکه هیچ شخصی دوست نداره جنگ باشه تو کشورش و این مسلمه و این شرایط برای هیچ کسی خوب نیست. اما اگر که قرار نیست مذاکرات تماما به نفع ما باشه، چون ما کشوری هستیم که مورد تجاوز قرار گرفتیم، به نظرم توافق اگر اینطور نباشه بهتر که حاصل نشه، بهتر که ادامه پیدا کنه تا طرف حمله کننده کاملا مجازات بشه. تو این 40 سال آمریکا همش دنبال اهداف خودش بوده. حالا این توافق اینا هم بخشی از اهدافش بوده، بخشی از کنترل کردن و اینا بود. یعنی حسن نیت نداشته دیگه، جزئی از نقشه خودش بوده که بخواد محدودیت اعمال کنه، کنترل کنه. بالاخره جنگم یه جایی باید تموم بشه، ولی تو این مقطع فکر نمی‌کنم زمان مناسبی واسه توافقی آتش بس بود.